سکسی بودن و جذاب بودن با زیبایی فرق داره. حالا منظور از سکسی لخ بودن نیست، منظور یک آدمی که انقدر جذابه که بقیه از همنشینی باهاش لذت میبرن. تو میتونی ظاهری کاملا خلاف مد روز از نظر زیبایی داشته باشی ولی همچنان آدم جذابی باشی. بینی بزرگ و لب باریک میتونه به سلیقه بقیه چیز قشنگی توی تو نباشه، حتی اگر داشته باشی، ولی جذابیتش کاملا بستگی به تو داره و هیچ کس دیگه نمیتونه بر اساس سلیقه‌اش بگه که تو جذاب نیستی. یه سری مشخصه‌های ظاهری بیچون و چرا شما رو آدم جذابی نشون میده. پوست سالم و خوب، موی خوب، خوشگل، خوشرنگ، خوشبو is so hot. به پوستتون برسین. پوست سالم ناخودآگاه این احساس رو میده که این آدم رژیم غذایی سالم داره و کسی که رژیم غذایی سالم داشته باشه بدنش بو نمیده. حتی وقتی عرق کنن هم عرقشون بو نمیگیره. دخترای جذاب صاف میشینن و محکم و شمرده حرف میزنن. یه سری چیزا هم هست نشونه سلامت اون قسمت از بدنه. مثلا نشونه سلامت مو یا نشونه تمیز بودن مو این پفی هستش که این بالا کف سر داری. حتی